ننه بس دیگر چی نگفتم. میخوام خالو رضا هم با خبر شه. مگم تا که بدون دخترش با ما هم پیمون شده دل بسته تر شه. ننه خالو دلش با ما نبوده، نمیخواد ما سرم سامون بگیره. میگه به چسبی کار فقیر نمیده، گفته حتی که بمیره نمیذاره جنازه دخترش رو دوش ما. خودش گفته به قرآن زبونش لال شه. استغفرالله. بگو لعنت به شیطان. ننه خالوی آجی از رفیقاش کویته، شیخ چاه نفت داره. میگن که خواستگار جل لیلاست، قرار تاج مرواری بیاره. ننه لیلا موش خیلی بلنده، یکم فر داره و بدشونه میشه. بره دستای حاجی لای موش با قرآن مثل ما دیوونه میشه. لیلای عزیزم می نویسم. سلام لیلای، چطور حال و بالت؟ خوبی دردت بکولم؟ رو به راهی؟ دلمو لک زده سیات شالت. میگن فردا قراره که بریم خط. میگن والفجر 4 بی خطر نی. بگو خالو بدونه ما که رفتیم، ولی مردی عیارش سیم و زر